سلام، خیلی خوش اومدین به یه ولاگ دیگه از سری ولاگ‌های بررسی هتل‌های جزیره کیش. تو این ولاگ قراره هتل‌های 5 ستاره پانوراما و پانوراما پلاس رو بهتون نشون بدم. از لابی هتل‌ها تا محوطه سبز هتل پانوراما پلاس. بریم با هم دیگه اتاق هتل پانوراما رو ببینیم. در ادامه در یکی از اتاقهای هتل پانوراما قرار اقامت داشته باشم و این اتاق رو با جزئیات به طور کامل به شما نشون بدم. سوپ شکلات و بعد قسمتی رو بررسی کنم که برای من خیلی 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 مهمه، یعنی صبحونه هتل. بعد به ما گفتن که اتاق ساعت 3 تحویل میدن و در آخر ویدیو هم قرار من نظر کلی خودم رو در مورد خدمات این هتل بیان کنم. پس اگر دوست دارین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. ساختمون هتل پانوراما که این بغلش هم پانوراما پلاسه. بریم با هم دیگه داخلش هم ببینیم. خوبیش به اینه که اینجا کلی مبل هست برای نشستن مسافرها. تو طبقه همکف رستورانشه برای ناهار و شام، ولی طبقه اول یه رستوران دیگه برای صبحونه. بریم با هم دیگه اتاق هتل پانوراما رو ببینیم. همین ورودی کمد که شامل سیفتی باکس و 3 تا کشو هست. یه کمد دیگه که کلی از این آویزای لباس داره. خیلی خوشم اومد که تعداد آویز لباسش زیاده، چون من نمیدونم چرا هتل‌ها معمولا 2 تا 3 تا اینجوری میذارن. اسنیپر و پاشنکش و دیگه واکس با این کیسه های مثلا برای لباسشویی و اینا. خب این ور سرویس بهداشتیش، این همومش، اقلام بهداشتیش هم خمیر دندون و مسواک و دیگه شامپو بدن و شامپو سر. اینم نمای کلی اتاقش که خیلی بزرگ و خوبه، خیلی هم ترتمیزه. یه آینه دیگه اینجا. خب چای سازش،
بعد آب و نسکافه و چایی و اینا رایگانن، ولی تازگی من نمیدونم درستش هم همینه، ولی تازگی بعضی از هتل‌ها بابت همین هم پول میگیرن. بعد مینی بار، ولی این اکثر هتل‌ها شامل هزینه. اینم یخچالش طبق معمول. ویو که برای ما رو به دریاست. ما طبقه 4یم، اونم دریا. من طبقات بالاتر که خواستم گفتم فعلا آماده نیست، مگر اینکه یکم صبر بکنی، که ما دیگه صبر نکردیم. نمای کلی اتاق. رستوران که طبقه اوله برای صبحونه. فرنی. این عدسی. املت گوجه. بندری. از این نونای گارلیک که روش سوسیسه. املت. املت هویج گفت اینو. سوپ شکلات. سبزیجات پخته شده. لازانیا. تخم مرغ آبپز. اینم که این میشه لبو. آره دیگه این لبوه. من این لبو چغنده رو قاطی میکنم همیشه. ناگت مرغ. انواع پنیر. این فکر کنم خام شکلاتیه. این برم که چایی و دستگاه برای قهوه و نوشیدنی های سرد. اینم محیط کلیش. خب روز اولی که اومدیم صبحونه هتل پاناروما، به نظر من که کامل و خوب بود. هر چیزی که بخوایم داشت، از دسر گرفته، اسنک گرفته، مثلا از این ساندویچ هایی که خودشون درست کردن آماده، یا بعد من یه ذره خوردم طعمش هم خوب بود. مثلا یه دونه سوپ شکلات داشت اما شبیه دنت خودمونه. به نظر من چیزی از قلم نیفتاده بود، خیلی کامل و جامع و بعد از لحاظ کیفیتش هم که خوبه، میشه گفت خوبه نسبت به خیلی از هتل‌ها، خیلی خوبه. بریم داخل هتل پانوراما پلاس هم با هم دیگه ببینیم. از این بغل راه هست که میشه رفت داخل پانوراما از این راه رو.
اتاقای هتل پانوراما پلاس هم تو این محوطه است. ساختمان‌های 2 تا 3 طبقه است. تنها ایرادی که داره و خیلی از این ناراضی هم، مخصوصا کسایی که مثلا سن و سالی ازشون گذشته، اینیه که آسانسور نداره. البته برای بردن چمدونا اینجا کمک میکنن، ولی خب بعضیا که پاشون درد میکنه این براشون یه مشکله. پس اونا بهتره که همون هتل پانوراما رو بگیرن، ولی خب اینجا نوسازتره. عوضش اینجا محوطه سبز داره که خود پانوراما این محوطه رو نداره. البته خب شما میتونید اینجا بیاین دیگه، این دوتا به هم دیگه وصلن از طریق اون راه رو هم که نشون دادم. الان اصلا بریم از داخل همین از پانوراما پلاس با هم دیگه بریم داخل پانوراما. این همون راهرویه که پانوراما پلاس و پانوراما رو به هم دیگه وصل کرده. من الان اومدم نظرم رو بعد یه شب اقامت تو هتل پانوراما بگم. من از این هتل میشه گفت که خیلی راضی بودم. اینجا یه هتل 5 ستاره است که بین 5 ستاره های کیش میشه گفت هتل خیلی خوبیه. ما همون اولش که اومدیم با اینکه همه داشتن چکاپ میکردند و پذیرش خیلی سر شلوغ بود ولی خیلی خوش برخورد بودن. خب این خودش یه پوان مثبته. بعد به ما گفتن که اتاق ساعت 3 تحویل میدن. حالا ساعت 2:30 که ما اومدیم اتاق آماده بود و تونستیم تحویل بگیریم. شاید زودتر هم می اومدیم، شاید زودتر هم آماده بود. بعد که رفتیم اتاق رو تحویل گرفتیم، حالا من میخواستم طبقات بالاتر باشه، به ما طبقه 4 رو داده بودن که اونم گفتن که اگر مثلا عصر الان برین استراحت کنین، عصر الان اتاقای بالا آماده نیستش، عصر بیاین اون موقع اتاق براتون تعویض میکنیم. که خب من دیگه ما تمایلی نداشتیم چون دیگه نمیخواستیم دیگه دوباره بخوایم اتاق تعویض کنیم دیگه، به خاطر همین همون طبقه 4ش هم خوب بود. بعد ما اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم که ویو نسبتاً به دریایی داشت، نمیگم کاملا رو به روی دریا بود ولی دریا دیده میشد. در مورد اتاقش خیلی تمیز، خیلی بزرگ و دلباز، خیلی اتاق خوبی بود. من که خیلی خوشم اومد، چه از لحاظ نظافتش باشه چه از لحاظ بزرگیش باشه. اتاق 3 تخته بود و واقعا خیلی دلباز بود. در مورد دکوراسیونش هم خب به نظر من کم نذاشته بودن، خوب بود. میگم من نظرم در مورد اتاقش واقعا مثبته. تنها ایرادی که میتونم بگیرم
این بود که شیشه ها تمیز نبود و شیشه و پنجره اتاق باز نمیشد. اگر خب شیشه پنجره اتاق تمیزتر بود ویو هم بهتر دیده میشد. این تنها ایرادیه که من میتونم نسبت به اتاق بگیرم، وگرنه از مخصوصا از بزرگی و دلبازیش خیلی راضی بودم. نورش هم تقریبا کافی بود، عین خیلی از هتل‌ها نبود که تاریک باشه. بعد در مورد صبونش هم چه از لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی میشه گفت تکمیل بود. کمیتش هم خوب بود، تقریبا از هر اقلامی که بخواین داشت. دسر باشه، شیرینی باشه، غذای گرم باشه، دیگه بار سردش باشه، تقریبا همه چی کامل بود. کیفیتش هم خوب بود. تنها ایرادی که من شاید برای صبحونش بتونم بگیرم این بود که یکم نه که بگم سرد بود غذاها، نه ولی داغ هم نبود. مثلا عدسیش ولرم بود، اینجوری نبود که گرم باشه. تنها نکته منفی در مورد صبحونه من میتونم همینو بگم. بعد تعداد میز صندلی هم حداقل برای الان کافی بود. حالا زمان، چون من تا جایی که شنیدم با هتل پانوراما پلاس صبحونش مشترکه دیگه. شاید زمان پیک مثلا حالا عید نوروز باشه یا تعطیلات رسمی باشه شاید یکم ازدحام خیلی زیاد باشه، ولی الان که ما بودیم خوب بود. در مورد صبحونش هم اینجوری. در مورد لابیش هم خیلی بزرگه، دکوراسیونش هم قشنگه، نور خیلی خوبی داره. الان نمیدونم صدا میاد یا نه، گوش کنید. یه آهنگ ملایم پخش میشه که خب وقتی میشینی یه حس خوبی بهت دست میده. و صندلی و مبل فکر کنم به میزان کافی هست، چون مثلا من نمیبینم اینجا ازدحام باشه کسی سر پا بمونه، چون خب اینجا هتلیه که مسافر زیاد میاد و اینکه مبلاش راحته، خیلی شیک و پیک و قشنگه دیگه. کارمنداش که خیلی خوش برخورد و خوش رو بودن، ما نکته منفی ندیدیم. این هتل نکته دیگه که الان به ذهنم رسید، دارای استخر و باشگاه ورزشیه که استخرش برای مهمونای هتل 1 ساعت رایگانه که تو طبقه -1 دیگه. ممنونم از واقعا همه کارمندا و مدیر این هتل، چون نسبت به هزینه‌ای که میگیرن خدمات خوبی ارائه میدن. باز من میگم اینا همش نظر منه ها، شاید مثلا شما، من نکات منفیش هم خب گفتم، چند تا نکته منفی هم خب به چشم من خورد، ولی امکان داره که خب برای شما نکته منفی بیشتر داشته باشه. ولی در کل نسبت به هزینه‌ای که میگیره هتل خوبیه. همینو من الان به ذهنم رسید. مرسی هم از شما که منو حمایت میکنین با لایکاتون، با سابسکرایب کردنتون، با کامنت گذاشتنتون. باز اگه سوالی دارین تو قسمت کامنت ها بپرسین، من با کمال میل جواب میدم. مرسی از همراهیتون.